بنابراین این را نادیده نگیرید. امارت اسلامی در کنار شماست. مردم مصمم است، مردم میخواهد کلینیک داشته باشد، چنانچه که مکتب آوردن، چنانچه مدرسه با ما احتیاج کشورهای همسایه هستیم که از اونا برکی بگیریم. یک بندی برق ما شما تابای در کشور خود 87,000 کلدار حاجی صاحب که بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت تک تک دوستایی که در هر کجای این کره خاکی قرار دارد و بیننده جهان گلزار چینل می باشد. امروز کلنگزنی اولین روز کلنگزنی کلینیک صحی دهمرده که قرار ارتقا پیدا کنه توسط انجینیران مسلکی که از ولایت هم ده، مسئولین کلان که سنگ ماشه هم ده، نماینده های عزیز، جمعی علما افتتاح میشه. امیدوارم که شما دوستای عزیزی فیلم رو تا آخر گوش کنید و توخ کنید و از سخنان کلانای دهمرده، کلانای جاغوری و کلانای ولایت غزنی بهره ببرید. با امید روزی که کلینیک در بهره برداری برسه و مریضا دمینش شفا پیدا کنه و شفایاب شنه. دوستای عزیز تا آخر خلال ما بیننده باشید و حال موریم از سخنانی قرار مسئولین درباره از کلینیک بوده آگاه شنید. خواب آفرید، از آن خواب انسان پاک آفرید. اولتر از همه درود میفرستم بر روان پاک سرور کائنات، رحمت للعالمین، ختم المرسلین، نور انبیا و اولیا، پیامبر گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حضار گرامی، امروز یک روز بسیار خوب است، زیرا قرار است که کار ساختمان کلینیک دهمرده گلزار که آرزوی دیرینه مردم ما بوده امروز آغاز شود. لذا حضور آوری نمایندگان محترم مردم، شورای معارف، روحانیون محترم و یکایک شما عزیزان را در این برنامه خیر مقدم عرض می‌کنیم. بخصوص تشریف آوری هیئت محترم دولت امارت اسلامی افغانستان، هر یک محترم انجینیر عبدالقادر نماینده ریاست شهرسازی و مسکن ولایت غزنی، محترم انجینیر محمد زیا نماینده ریاست زراعت و آبیاری ولایت غزنی، محترم رفیع الله نماینده ریاست صحت عامه ولایت غزنی، محترم مولوی معصوم الله آمیر صحت عامه ولسوالی جاغوری، آمیر محترم امر بمعروف ولسوالی جاغوری جناب مولانا صاحب مزمل و معین محترمشان جناب مولوی عابد و همینطور جناب متنفذ و بزرگ قومی جناب مولوی صاحب عبیدالله را در جمع حاضر در منطقه دهمرده گلزار بخصوص در برنامه افتتاحیه کلینیک دهمرده خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌داریم. در ادامه خواهش میکنم از قاری محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای فروتن که برنامه را با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید آغاز نماید. بر محمد و آل محمد صلوات. بنده اجالتا از طرف خودم و از طرف اهالی مردم محترم دامرده
تشریف آوری مهمانان عزیز، مخصوصا مولوی صاحبان محترم اعم از اداره امر به معروف و همچنین از بخش وزارت صحت عامه که اظهار برادری و اخوت کردن و احساس خدمت با ما را کردن در این مکان خیر مقدم عرض می کنم و از تشریف آوری یکایک اینها خیلی تشکر و سپاسگزاری به عمل می آورم از طرف اهالی مردم دهمرده، از همه مهمانان گرامی که تشریف آوردن اظهار تقدیر و تشکر به عمل می آورم. بر محمد و آل محمد صلوات نفرمایید. تشکر از جناب قاری صاحب که برنامه را با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز کرد. در این قسمت دعوت میکنیم از شاگرد مکتب آقای علی خان ابراهیمی یک مطلب را که آماده کرده خدمت شما تقدیم نماید. بر محمد و علی محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه بزرگان، مستفیدان، دولتمردان و جمع عزیزان حاضر در این محفل، بنده چند سطر مقاله را که تحت عنوان صحت و تندرستی در نظر گرفته‌ام می‌خواهم به حضور شما به خوانش گیرم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گیرد. تندرستی یا سلامتی عبارت است تأمین رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی انسان. بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست، بلکه نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامتی جسمانی برای هر فرد جامعه است. و نیز سلامت روان به اندازه سلامت جسم در حفظ سلامت و تندرستی عمومی افراد نقش دارد. سلامت روان زمان تأمین می شود که فرد از نظر روانی در آرامش کامل به سر ببرد. یکی از راه‌های سلامت روانی دوری از استرس‌های روزمره است. هرچند که سلامت روان خیلی از ما تحت تأثیر استرس قرار دارد و شاید خیلی های ما بگوییم که دوری از استرس کار چندان ساده نیست، اما یک ترفند ساده برای رسیدن به آرامش سلامت روان و دوری از استرس کنار گذاشتن تلفن همراه، حداقل در زمانهای استراحت یا بودن در کنار خانواده است. یکی دیگر از راه‌های رسیدن به سلامت روان حمایت عاطفی اعضای خانواده از یکدیگر است. در جامعه هر کس حق دارد از مراقبت‌های صحی و درمانی نیز برخوردار باشد. کسانی که نیاز عاجل به مراقبت‌های صحی درمانی دارد باید قبل از دیگران این خدمات را دریافت کنند و کسانی که در بخش مراقبت‌های صحی کار می‌کنند باید به این موضوع احترام بگذارند که همه افراد دارای ارزش یکسان میباشند و مراجعین این حق را دارد که در بخش‌های مراقبت‌های صحی درمانی به صورت حرفه‌ای و محترمانه با آنها برخورد شود. این امر صرف نظر از جنسیت، هویت جنسیتی، قومیت، زبان، گرایش‌های جنسی و مذهبی میباشد. کسی حق ندارد درخواست کند کارمندانی که شما را تداوی می‌کند دارای جنسیت، نژاد یا مذهب خاص باشد. و در اخیر تقدیر و تشکر فراوان میکنم از یکایک خیرین، جوانان عزیز، موسفیدان، روحانیون محترم و دولتمردان امارت اسلامی که زحمت کشیده در اینجا تشریف آورده اند و وقت گذاشتند برای افتتاح ساختمان جدید کلینیک دهمرده گلزار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تقدیر و تشکر از آقای ابراهیمی که مطالب خوبی را بیان کرد. در قسمت دعوت میکنیم از دکتر سید نور امید به نمایندگی از کلینیک خدمت بزرگواران سخنرانی میکند. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اما بعد د غزني ولایت د صحت عامې څخه راغلی نماینده انجینر صاحب، د ښار جوړونې څخه راغلی انجینر صاحب او د زراعتو او مالدارۍ څخه راغلی انجینر صاحب ته، د جاغري ولسوالۍ د ولسوال صاحب نماینده او د امر بالمعروف مسؤول او معاون صاحب ته، او د جاغري ولسوالۍ د صحت عامې محترم او قدرمن امیر صاحب ته او سپین ږیرو حاضرینو ته له ګوار څخه راغلی با نفوذه او تکړه د وطن غمخوار مولوي صاحب یاسین اخندزاده ته او ټولو حاضرینو ته ښه راغلاست وایم. خدای تعالی دې ستاسې د راتګ په هر قدم تاسې ته عظیم اجر درکړي. ډېر زیات خوښ یو چې ستاسې د راتګ دروند ویاړ لرو. د احمدیه د کلینیک په استازیتوب ټولو مېلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ غواړم د دغې ولسي پروژې پر ارزښت، د انګېزې د ایجاد پر عواملو او د محلي انسجام پر رامنځته کېدو او رامدریت کېدو لنډ معلومات شریک کړم. د نورو ملتونو د بېشانه ابادۍ او عروج تاریخي شالید ته که وګورو، دولتونه د عوامو پر قدرتمندو مټو راپورته سوي او بیا د ښېرازۍ تر داسې منازل ورسېدلي چې کابو هر وګړي ته د ښه ژوند هره اسانتیا بلاقید شرطه مهیا سوې ده. دا ولسي همغږي او اتحاد و چې دولتونو د پېړیو واټن په یوازې څو کلونو کې وهلی او نن د یو مرفع ژوند په هسک غولي ولاړ دی. یوه عملمنفعه پروژه کې د جاغري د ولسونو لیوالتیا د وطن د ابادۍ یو لوی زیری راکوي. مبالغه به نه وي که ووایو د دغسې بسیاري ابتکارانه ولسي انګېزې ویاړ به په هېواد کې د دغو شریفو خلکو په نوم ثبتېږي او تاریخ به د دوی دا شاهانه اقدام په ډېر درنښت او احترام سره خوندي کړي او په عین حال کې به نورو ولسونو ته د وطن د ښېرازۍ په روان چټک بهیر کې یو الهام بښونکی تاریخي ګام هم وي. دوی د مکتبونو، بندونو، چیک ډیمونو او روغتیایي مرکزونو د تعمیرونو رغېدل یا جوړېدل یوازې د دولت اوږدو تعقیبي پروسو ته نه دي پرېښي، بلکې خپله سم نیمایي مسؤلیت اخیستی او له نیکه مرغه په ډېرو ښو نتایجو لا انجام سوي دي. باور لرو دغه سلسله به د هېواد نورو برخو ته هم وغځېږي او د وطن د شریک درد دوا به په ګډه را پیدا کوو. ارزښت یې د احمدیې د کلینیک ته یوازې د محل خلک نه، بلکې د غزني له ګیلان، د زابل له ارغنداب، شاجوی او حتی خاکاب خان ولسوالیو څخه نن هم خلک د تداوي لپاره خپل ناروغان راوړي. که دغه تعمیر جوړیږي او د ارتقا په صورت کې صحي پرسونل او تسهیلات لوړیږي، له شکه پرته چې د یادو څو ولسوالیو ابتدایي صحي ستونزې به تر ډېر حده ورسره حل کېږي. ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. خدای تعالی مو هر قدم د نیکي په تله شمار کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گرامی، من خود زیاد زبان پشتوری من خوب نیست. از سخنهای دکتر صاحب میرفتم فهمیدم که دکتر صاحب گفت که کلینیک دامرده تنها مربوط به منطقه دامرده نمیشه، مریضا جاهای مختلف از همسایگان از منطقه رسنه، از سوار و سایر منطقه هم اینجا میآید و کلینیک دامرده بسیار یک ضرورت جدی است که ارتقا پیدا کند. تشکر از دکتر صاحب. امید که مشکلات کلینیک را مطرح نمود. برای قسمت از برنامه دعوت میکنیم جناب شیخ الحدیث مولانا صاحب آقای مزمل در جایگاه تشریف آورده و ایراد سخن نماید. بر محمد و آل محمد صلوات. الحمدلله و کفا و الصلاة و السلام علی رسوله الذین اصطفى. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله مولانا العظيم. اولتر از همه به همه اشتراک کنندگان این جلسه، اعم از دکتر صاحبه و مسئولینی که از غزنی آمده و مدیر صحت جاغوری معصوم الله مولوی صاحب و دیگر روحانیین، یاسین مولوی صاحب، عابد مولوی صاحب، توسلی صاحب، آقای مصباح و دیگر
اشتراک کنندگان این جلسه به همه اولتر از همه السلام علیکم و رحمت الله عرض میکنیم. ثانیا به اهالی دمرده افتتاح این کلینیک و ای جایی که تداوی مردم شوه به همه تان تبریک میگوییم. خصوصا به آن کسانی که در این سهم میگیرند و در جور کردن و ساختن کلینیک از اموال خود اینجا بهره میبرند و اینجا مصرف میکنند. از هر جا که باشه و در هر کنار دنیا که باشه از اونا هم زیاد و زیاد امتنان و تشکر میکنم که در این برنامه سهم میگیرد. خدا باداش اونا را در روز قیامت برای اونا بدهند. از این منبر از همین جا از همین میکروفون و تمام برادرانی که در خارج کشور هست و دستشان خالی نیست، دست مردم ای مظلوم و ای برادران را بگیرند و در ساختن ای بنا سهم خود را ادا کنند. شما که در کنار دنیا در هر کجا که هستید ولی شما به چای ای وطن هستید. شما از هوای ای وطن استفاده کرده اید. نان ای وطن را خورده اید. نمک ای وطن را خورده اید. ای وطن به مثل مادر برای ما و شما حق دارد که در ای وطن خدمت کنیم. شما که در هر کجای دنیا هستید ولی حق مادر خود را فراموش نکنید و مادر خود را زیر نظر خود داشته باشید. این مردم رنج دیده و این مردم غم دیده 45 سال که در این کشور بسیار جنگهای مردم ما دیدند و خاک ما کشور ما زیر یوغ دیگر آمده بودند. یک بار روسهای وقت شوروی وقت به کشور ما حمله کردند و کشور ما را با خون و خاک یکسان کردند. به جای ازی که شعار می دادند به مردم می گفتند که ما به این وطن نان و آب و آبادی می آوریم ولی به جای آن به مردم ما خون و خاک و وطن ما با خاکستر برابر ساخت. در قدم ثانی باز ناتو و امریکا به کشور ما خندوار شدند. دموکراسی آوردن و بعد کردن کشور بودند ولی اونا هم که آمدن با تانگ و توف آمدن. تانگ و توف و دیگر چیزها B-52 و F-16 و دیگر طیاره‌ها به کشور ما آوردند. این موترها و این چیزها که آمدند و این طیاره‌ها که آمدند این برای ساختن کشور نبود. کسانی که یک کشور را جور میکنند یک جا را جور میکنند اینجا بیل میبرند، اینجا کلنگ و بیلچه و چیزها میبرند. تانگ و توف و طیاره اینجا نمیبرند. با تانگ و توف یک کشور را ساخته نمیشوند ولی یک وطن بران خرچی میشوند. با خاک و خاک یکسان میشوند، ویران میشوند. اونا با تانگ و توف اینجا آمدند، مردم ما با خاک و خون کشاندند و کشور ما را با خاک یکسان کردند. برادران عزیز، شما و ما که در اینجا شرکت کردیم یک شکر خداوند جل علی شانه بر همه ما و شما لازم و ضروری است که الحمدلله در تمام نقاط کشور افغانستان یک حکومت امارت اسلامی قائم شده است و مردم ما در امنیت در هر وقت و هر کجا زندگی می کنند و فعالیت کردند و بعد ما احتیاج کشورهای همسایه هستیم که از اونا برکی بگیریم. یک بندی برق ما شما تا باید در کشور خود نداریم.
که با این پیسه ها و به این مبلغ ها و تریلیون ها که به نظر ما حساب میکنن در کشور ما جور شده باشد. ما طبعا محتاج شفاخانه آقاخان کراچی هستیم، یا مریض های ما طبعا به ایران و کشورهای خارجه می روند. اینقدر پیسه که در یک ملک مصرف شوند، آیا باید در آمو باید شفاخانه های مجهزی به استاندارد دنیا باید باشه؟ اینجا باید سرک ها و دیگر برق و گاز و دیگر پروژه ها باید به استاندارد بین المللی باید برابر باشه، ولی اونا خدمتی نمی کنن و نه ما و شما باید به این امید دیگه بشینیم که خارجه بیاید یا دیگر کشورها بیاید و کشور ما را آباد بسازن. این ما و شما هستیم که یک به دیگر دست بدیم و کشور خود را آباد بسازیم. از این منبر باز به برادران خارجی خود در هر کشور دنیا که هستند، از این خاک هستند، به این مردم غمدیده و رنجیده خدمت کنند، بر اونا مکتب بسازند، بر اونا مدرسه بسازند، بر اونا مسجد بسازند، بر اونا سرک بسازند، بر اونا کلینیک و دیگر چیزهای عمل منفعه باشه، برای کشور خود خدمت کنند و انشالله این در دنیا هم برای اونا یک افتخاری باشه و در آخرت هم با پاداش خدا روبرو شوند. برادرای عزیز، مهمانان دار، وقتم نه وقت است، ما دیگه نمیخواهیم که گپهای خود را طولانی تر کنم یا درازتر. برای شما میخواد، دل ما میخواه که ما و شما باید زیاد گفتگوی داشته باشیم، ولی وقت برای ما اجازه نمیدهد. و السلام علیکم و رحمت الله. سابق و به تعقیب آن کشورهای عضو ناتو به بهانه آبادی افغانستان همراه با توپ و تفنگ و تانگشان آمدند. کشور با توپ و تفنگ ساخته نمی شود، کشور با بیل و کلنگ ساخته می شود. از سخنان مولوی صاحب شیخ الحدیث استاد مزمل. و حال دعوت میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای استاد مصباح که در جایگاه تشریف آورده و نمایندگی از مردم دهمرده خدمت مهمانا صحبتشان را داشته باشند. بر محمد و آل محمد و اهل بیت محمد صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین، ثم الصلاة والسلام علی محمد علی اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم قوله الحق وهو أصدق الصادقين: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلی العظیم. قبل از همه تشریف آوری مهمانان عزیز و بزرگوار و مخصوصاً علمای کرام که در رأس ارگانهای امارت اسلامی حضور و تشریف دارند، در این خاک و در این منطقه تشریف آوردند، مخصوصاً جناب مولوی صاحب شیخ الحدیث آمر امر به معروف و نهی از منکر جناب آقای مزمل و جناب مولوی صاحب معصوم الله آمر صحت عامه ولسوالی جاغوری و مولوی صاحب عبیده آخونزاده صاحب که بارهای بار و سالهای سال در دهمرده حضور فعال داشتند و تشریف آوردند و همچنین مولوی صاحب عابد معاون آمر امر به معروف و نهی از منکر ولسوالی جاغوری و انجینیر صاحب و دکتر صاحب رفیع الله مدیر صحت عامه ولایت غزنی، انجینیر صاحب عبدالقادر نماینده شهرسازی ولایت باستانی غزنی و انجینیر صاحب محمد ضیا نماینده ریاست اراضی
ولایت غزنی و جمع از دوستان و عزیزان علما و دکتر صاحبان، مخصوصا پرسنل کلینیکی دهمرده گلزار در رأس آن جناب دکتر صاحب امید و همکارانشان و دکتر صاحبایی که از دور و نزدیک تشریف آوردند، حضور گرم آنها را در این محفل بزرگ و در این منطقه خیر مقدم عرض میکنیم. خداوند اجر دنیا و آخرت برای همه تان عنایت بفرماید. امروز بسیار روز خوبی است. ما خرسند و خوشحال هستیم که بعد از مدت‌های زیاد مسئولین عالی رتبه‌ای که در اینجا شرف حضور دارند برای خدمت به مردم کمر بستند و ملت عزیز هم در خدمت اینها خواهد بود. خدای سبحان می فرماید تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کلینیک و شفاخانه یکی از جمله باقیات الصالحات است که انسانهای مؤمن و متدین و کسانی که به انسانیت و اسلامیت باور دارند اینها میخواهند کلینیک بسازند، شفاخانه بسازند، پول و پولچک بسازند، مسجد و مدرسه بسازند. اینا همهش از جمله باقیات الصالحات است. اگر امروز کسانی که بانی این کار شدند، نمایندای محترم دهمرده و کسانی که در کلینیک دهمرده حضور فعال دارند، اینها باعث امید این منطقه شدند که با طرح و برنامهشان بزرگواران را از راههای دور و نزدیک در اینجا کشاندند برای این که در اینجا همکاری شود، کمک شود. عرض کردیم که خدای سبحان فرموده که تعاون علی البر و التقوا، این کلینیک ساختن تعاون است، بر بر و تقوا است. این انسانها را در این شفاخانه و در این کلینیک باید انسانها را نجات بدهد. یکی از راه نجات که انسان را نجات میدهد خدای سبحان در قرآن فرمایش میکند. جناب مولوی صاحب هم قرائت کردن: من احیا الناس فکأنما احیا الناس جمیعا. قرآن میفرماید کسی که یک انسان را زنده کند مانند این است که تمام انسانها را زنده کرده است. پس شفاخانه ها یکی از خدمات شایستهشان این است که مریضهای بسیار مزمن و خطرناک را باعث زندگیش می شود، باعث حیاتش می شود، او را به حیات می بخشد. گرچه قدرت خدا است، اما واسطه کی است؟ واسطه دکتر است. شما فکر نکنید که امروز مسئله دکتری، مسئله کلینیک، مسئله شفاخانه یک مسئله سطحی است. این از نظر خدا، از نظر پیامبر، این قدر و منزلت بسیار دارد. عرض کردم از جمله باقیات صالحات است کسی که شفاخانه بسازد. جناب مولوی صاحب بسیار فرمایش خوبی کردند برای مسافرینی که در هر بحر و بر عالم هستند. اگر در اینجا شرکت کنند، بعضی ها از نظر فیزیکی شرکت میکند، بیر کولینگ میزند، بعضی ها از نظر مالی شرکت میکند، پول میدهند، بعضی ها از نظر تبلیغات اینا کمک میکند. اینا همش کمک است، معاونت است برای این که شفاخانه ساخته شود، کلینیک ساخته شود و انسانهای مریض، انسانهایی که در حال کما هست، اون نجات داده شود. روی این مصلحت عزیزان بسیار کار خوبی کردید، بسیار کار عالی کردید. ما از امارت اسلامی تحت قیادت و رهبری مولوی صاحب خداوند حفظش کند، مولوی هبت الله آخوند، که تا امروز در جای از شهرهای بزرگ افغانستان مردم کارهای زیربنای بسیار بزرگ را پایه‌گذاری کردند و اقدام کردند. من که از مزار می آمدم
جوی یا نهر قشتپه که جناب مولوی صاحب صحبت کردن، 3 ولایت را، ولایت بلخ، ولایت جوزجان، ولایت فاریاب را، 3 ولایت را میخواهد زنده کند. اگر اونجا زنده شود نصف افغانستان را جا میدهد. زمین است، سرمایه است، برای آبادانی کشور خیلی مفید است. تونل سالنگ را که سالهای سال خراب مانده بود، در تحت رهبری امارت اسلامی آباد شد. فعلا از تونل سالنگ موترها بسیار به سهولت و آسانی رفت و آمد میکند. شما اگر شهر کابل را نگاه کنید، جای جای از شهر کابل، منطقه مخصوصا منطقه هزارنشین غرب کابل را اگر شما ببینید، مردم خانه درست نکرده بود. دور سر زنده هایش مثل یک گورستان بود. موتر رفته نمیتونست. کوچه های 5 متر و 3 متر و 2 متر داشتن. اما امروز طبق نقشه های سابق، طبق معیار و استاندارد قانونی و بین المللی ساخته می شود. از چندین جاها سرک تیر می شود، به نفع مردم است. کسی که سرک ندارد، کسی که به شهرهای بزرگ وصل نیست، کسی که به دنیا وصل نیست، او از تمدن محروم است. کسی که میخواهد به تمدن دنیا وصل شود، از تمدن بهره بگیرد، او باید سرک داشته باشد، او باید آبادانی داشته باشد. پس بنابراین ما از امارت اسلامی بازم میخواهیم که مردم دهمرده را تنها نگذارند. گرچه مردم ما مصمم است که کلینیک شفاخانه را از پول شخصی خود بسازد، اما ما میخواهیم که امارت اسلامی در این نقش بارز را افعا کند. جناب عامر صاحب صحت عامه ولایت غزنی و عامر صاحب ولسوالی جاغوری شرف حضور دارند. ما از اینها میخواهیم در این رابطه با ما کمک کند، مردم ما را تنها نگذارند. این را نادیده نگیرید. امارت اسلامی در کنار شماست. مردم مصمم است، مردم میخواهد کلینیک داشته باشد، چنانچه که مکتب آوردن، چنانچه مدرسه فعال کردن، چنانچه امروز در تاریخ اسلامی ما اگر میخواهیم، او ملت عزیز، شما اگر از ما میخواهید، اگر زبان لعنت بار ما را میشنوید، دخترها زنها با حجاب باشد، بچه ها خداپرست باشد، بچه ها دینمدار باشد. اگر کلینیک میخواهید در قالب اسلامی باشد، اگر شفاخانه میخواهید در قالب اسلامی باشد. شما اگر بخواهید خدای نخواسته به از اونجا یک منبع فساد به وجود بیاید، او کلینیک نا کلینیک، او شفاخانه نا شفاخانه. پس بنابراین عزت و اقتدار شما بر این است که در اینجا بسیار مصمم با دین، با ایمان راسخ قدم بگذارید و خود را مجهز کنید به سلاح‌های امروزی. و چیه؟ و دوا هست. امروز اگر شما را به دنیا وصل میکند، همین کلینیک است که شما را میفهمه که کجای شما درد میکنه، میفهمه که مریض در کجا مشکلاتش حل میشود. امروز پولهای زیاد مردم افغانستان در کشورهای هند و پاکستان مصرف میشود. میلیون کلدار هندی و کلدار پاکستانی مصرف میشود. به خاطر چیه؟ چون تا هنوز افغانستان دکترهای خیلی قوی ندارد، خیلی سرمایه های عالیشان که باید دکتر باشد، دوا باشد، شفاخانه باشد، اینا دور است. لذایی که عرض کردیم از سالهای سال گاز ولایت جوزجان و ولایت سرپول بعضی هاش را شوروی می بردن و در بعضی ها بسته بودن. الان تصمیم بر این است که تا سال آینده شهر مزار شریف گاز اونجا برسد از ساز ولایت جوزجان و سرپول. پس بنابراین این چی می شود؟ وقتی یک شهر دارای گاز قوی شد، کارخانه ها فعال می شود،
کار برای مردم به وجود می آید، خانه های مردم روشن می شود، چنانچه برق هم در چندین جاها برق را تصمیم دارند که باید بیایند و همچنین قطاری که از بلخ طرف حیرتان است به دنیای کشورهای آسیای میانه مردم را وصل کردند. قطاری که از ایران به هرات وصل شده است میخواهد ایران را به کشورهای دیگه وصل کند. مردم افغانستان از اون راه چابهار اینجا باید خیلی چیزهای را که باید به فروش برساند از او طریق برود یا از اونجا صادر کند برای خود یا وارد کند. روی از این لحاظ است که ما و شما انشالله تحت رهبری امارت اسلامی ممکن است خیلی به زودترین وقت مردم ما صاحب کارخانه شود، صاحب کار شود، صاحب عزت شود، صاحب وسایل هایی که امروز بکار است از کلینیک و شفاخانه های بسیار مجهز و قوی که دیگر نیازی به پاکستان و هندوستان نباشد. لذا که ما و شما باید غیرت کنیم، همت کنیم، برادرانی که دور است، برادرانی که نزدیک است، دست به دست هم داده با حکومت یک جا این کلینیک را به امید خدا به پیش میبریم و انشالله این را آباد میسازیم. تشکر از حوصله مندی شما، تشکر از مهمانان عزیز که حوصله کردند. بعضی هایشان این از ساعت 2 تشریف آورده بودند به خاطر که انجینر صاحبا و امیر صحت عامه، مدیر صحت عامه ولایت غزنی تشریف نآوردن، انجینرها نبودن دیگه، این معطل ماندن. این معذرت ما را بپذیرید. خداوند سبحان برای همه تان قدم قدمی که در اینجا رنجه کرده اید اجر و پاداش عنایت بفرماید. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. دهانش برای دیگران کشت. در این قسمتی از برنامه جا دارد که به نمایندگی از بزرگان حاضر، به نمایندگی از بزرگان قومی متنفذین تشکری ویژه داشته باشیم از همه خیرینی که در هر نقاطی از جهان هستند در این قسمت کمک کرده و سلام ادب خدمت همه برادران عزیز. همونطور که حاجی صاحب فرمودن مبلغ 87,000 کلدار حاجی صاحب که مبارز بود از طریق علی مدد برادر جانلی چمبرا اونمو را در لیست مبارز دادد. مبارز دیده بود حاجی دادد در من پیش از ما دوستای عزیز، اونمو پیش از ما حسابای دیگه هم هستم و در لیست داریم. انشالله به امید خدا در حسابای بعدی خوب به صورت صحیح بخشش اعلان می‌کنیم. زنده نیم روزم کن در ویدیوها شما خواهید دید که انشالله روز افتتاح کلینیک بود. به امید همکاری بیشتر از همه مؤمنین محترم. بسیار تشکر.